سلام بچه ها، چطوری؟ خوش اومدین به کانال بلش بانی. تو این ویدیو میخوایم بیاریم یه بازی که جدیدن معروف شده تو روبلاکس و روبلاکس توی آپدیتش بنرش کرده. گفتم چرا بازیش نکنم و که نمیشه، پس من اومدم بازیش کردم، اومدم که بازیش کنم. هیچی برم لود نیست، راستشو بخواین هیچی برم لود نیست، ولی مثل اینکه دختر خوشگلیم. این دکمه نمیدونم دقیقا چی هم، بزنمشون شاید بفهمم. اکس او میخوام بازی کنم فضاش رنگی رنگیه، باحاله. من نمیدونم بازی ترسناکه چیه، نمیدونم راستشو بخواین توضیحات بازیشو نخوندم چون حوصله‌ام نکشید. این مهم نیست، به مرور زمان. من چقدر خوشگلم، میتونم بدوم. چه جالب. اینا چی هست؟ بچه انگار چیزاییه که چون بقیه بازی کردن دارن ولی من ندارم، چون که اولین باره که دارم میام تو این بازی، از هیچی اینجا خبر ندارم. یعنی همینجوری بچه ها فهمیدم. کسی نمیاد با هم بازی کنه، من نمیخوام تنها برم، یکی بیاد با هم بازی کنه. مثل اینکه بازیش 8 نفره است. میشه چند نفر بیان؟ بازیش فقط 2 نفریم، باید شروع میشد بازی. بچه اسم بازی هم اینجاست، اگه خوشتون اومد از بازیش میتونیم این بازی کنه. همین رنگی رنگیه، دینی از ورلد، نمیدونم. بابا یه چسمس خالی دیگه ردش کن. شده بچه فکر کنم بازیش ترسناکه. بچه مثل اینکه 3 تا جون داریم، حقا نمیدونم قرار چی کار کنیم ولی من میترسم. طبقه 1 قضیه چیه؟ باید دکمه بزنیم بریم بالا. قضیه چیه؟ بچه یکی مثلا بازی رو بیشتر بلد بود برام مثلا توضیح بده. اگه خوشتون اومد. وای من میخوام تو آسانسور. بازی ترسناکه. کجا رفت؟ نه لف نداد. خبر خوب اینه که لف نداد. الان چه خبره؟ باید چی کار کنم؟ بچه پرش نداره؟ نه پرش نداره. استامینا داریم. چه خرم من. اشکال نداره. تو شاید چیزی ننوشته یارو. یارو اونجاست. یارو نمیدونم این نوارو برای چه، ولی احساس کنم به دردمون میخوره. این که به دردمون میخورن نمیدونم، ولی فکر کنم به درد بخوره. اینا رو باید دنبال کنم یا چیه؟ نمیدونم. دارم یه چیزی نفته. وای
خب مثل اینکه باید اینا رو پر کنیم از نفت. خب نمیدونم الان دقیقا چیزی میاد جلومون رو بگیره. اوه یارو تو چته؟ قضیه رو نمیدونم. باید یه چیزی بیاد دنبالمون دیگه. وقتی آراس استامینام یادم رفت، استامینام که پره، جا نگرانی نیست، خیلی طول میکشه پرشه. آها بکنم یارو یکی دیگه هم پر کرد. اینم پر کنم سریع. آها خب بچه داریم خوب پیش میریم. باید بعدا یکم در مورد این بازی تحقیق کنم. حالا این بازی فکر کنم معروف باشه چون که بنر آپدیت روبلاکس شده بود. آها خب چرا این یارو جونش دوتا شده؟ چرا جونا دوتاه؟ چرا جونا دوتاه؟ من میترسم. چه عروسکای خوشگلی. بذار ببینم. فکر کنم یه دونه دیگه از این نفتی ها پر کنم تموم شه. آها یارو داره پر میکنه. بچه فکر کنم سازوکار بازی شدن فهمیدم. وای فکر کنم باید بدوم. یارو من دسته درازش کشید. آب نبات. آها خوب شد که اینا رو گرفتم. بچه به ازتون بانداج بگیرم یا اینا ارزون ترن. نمیدونم چیه دقیقا. آها این استامینامو پر میکنه. خب تران که چیز خیلی ترسناکی ندیدم. خب بچه پس فهمیدیم نوارا رو باید برداریم. یا خدا این کیه؟ وای یه دونه از جونام رفت. کمک کنین. وای استامینام وای بلم کن دیگه. وای رکوردم نوزه شد. بذار نگاش کنم. خیلی شرمندم. بذار برش بنویسم ایشالا که فهمم بره براش. بچه اشتباه نوشتم مسخرم نکنین ها. ساری.
خب بچه ها، ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین. اگه که میخواین قسمت دیگه از داینی ورلد رو ببینین، حتما کانالم دنبال کنین. تو کامنت هم برام حتما بنویسین. استقبالم یادتون نره. لایک های شما هم روی این ویدیو به من میفهمونه که شما دوست دارین این ویدیو رو، این داینی ورلد رو ادامه بدم. پس تا ویدیو دیگه، خدافظ.